سلام خدمت دوستان عزیز به چنل مستر دراپ خوش اومدین. بچه‌ها امروز اومدم یه سایت استخراج ابری جدید ترون بهتون معرفی کنم که تازه فعالیت خودش شروع کرده و امروز روز سوم فعالیتشه. بچه‌ها این سایت 8% به اون سود پرداخت میکنه و هر 24 ساعت یک بار قابل برداشته و من لینک ثبت نامشو داخل کامنت اول براتون پین کردم. حواستون باشه سایت‌های استخراج ابری ریسکشون خیلی بالاه. اگر نحوه کار کردن با این سایت ها رو بلد نیستین اصلا سمتشون نرید. فقط دوستانی که سری اولشون دارن این ویدئوی آموزشی رو از چنل ما میبینن بی زحمت برای حمایت از چنل رو سابسکرایب کنند و زنگوله بغلش رو بزنن. بریم برای آموزش. خب بچه بعد از کلیک روی لینک ثبت نام صفحه برای شما بالا میاد. اینجا اطلاعات خودتون رو وارد میکنید و روی گزینه ساین آپ کلیک میکنید. خب من چون قبلا ثبت نام کردم وارد اکانت خودم میشم. خب بچه من الان وارد شدم این محیط اولیه سایت. همونطور که دارید میبینید بچه دو تا راه وجود داره تا ما بتونیم از این سایت درآمد داشته باشیم. بارها گفتیم راه اولش اینه که حداقل داخل این سایت باید 10 تا ترون شارژ کنین، تقریبا 50-60 سنت میشه. 10 تا ترون شارژ کنین تا قسمت برداشت برای شما فعال بشه و بتونین از طریق زیر مجموعه گیری کسب درآمد کنین که تا یک لول از زیر مجموعه این سایت به شما سود پرداخت میکنه. و قسمت دومش هم که ما اصلا پیشنهاد نمیکنیم این کارو انجام بدین، قسمت سرمایه گذاری، چون بالاخره سایت های استخراج ابریه و عمرشون کوتاهه و معلوم نیستش که حالا یه روز 2 روز 10 روز چقدر کار کنن مشخص نیست. و با اون بررسیایی که ما قبلا انجام دادیم با توجه به این سری از سایت های استخراج ابری که اومدیم بررسیشون کردیم دیدیم که حداقل عمر این سایت ها 1 ماه الی 1 ماه و نیمه و تنها نکته مثبتی که الان این سایت داره اینه که تقریبا امروز روز سوم فعالیت خودشه. خب بچه‌ها برای شارژ کردن بعد وارد قسمت دپوزیت بشین و از این قسمت روش کلیک کنیم. اینجا حداقل به این آدرس حداقل 10 تا ترون، اینجا 8 تا نوشته کار نداشته باشین، 8 تا چیز کنین، 8 تا شارژ انجام بدین براش احتمال داره که به شما اون پرداختی 8% رو نده. حداقل 10 تا بعد شارژ کنین و بعد از 3 الی 4 دقیقه روی ریچارج کامپلیت که بزنید اون 10 تا ترون به در واقع موجودی شما میشینه. بچه‌ها فقط برداشتش یه مقدار متفاوته نسبت به سایتایی که چند روز پیش بهتون معرفی کردم. روی برداشت کلیک کنید خب اینجا مقدار رو وارد میکنیم، برداشت هم 8% 40 صدم ترون و اینجا رمزتون رو بچه بعد از اینکه روی تایید زدید برای بار اول اینجا به شما یک کد میده، یعنی برای بار اول که بخوای شما برداشت انجام بدی به شما یک کد میده و یه در واقع آیدی تلگرام هم اینجا برای شما داره. کد رو کپی میکنی وارد تلگرام میشی، به ادمینشون کد رو ارسال میکنی و تقریبا 2 دقیقه اکانت شما رو وریفای میکنه و قسمت برداشت برای شما فعال میشه. این هم تلگرام میشه که الان برای من میاره. روی لینکی که برای شما میاره میزنید مستقیم از طریق تلگرام به این صفحه هدایت میشین. این کد رو حالا هر کی یک کدی داره براش ارسال میکنین که اون ادمین در واقع یه پیامی به شما میده که میگه اکانتتون وریفای شده و میتونید برداشت خودتون رو انجام بدین. خب بچه نکته دیگه نیست، من برداشتشم تست کردم 40 صدم برام واریز کرد و مشکلی نداشت. سوال داشتین داخل کامنت ها یا پشت اون تلگرام پیام بدین، من در خدمتتونم. موفق باشید.